یه جعبه شیرینی که قرار بود مزه آشتی بده با بوی تیز باروت و خونقاطی شد و سفره خیانت رو وسط حیاط خونه شماره 15 شمالی پهن کرد. پیرمردی که 65 سالش شده بود و سالها توی شرکت نفت زحمت کشیده بود، به جای اینکه بره تو بغل گرم خانواده‌اش با تیربار وحشیانه بچه هاش روبرو شد و بدنش مثل غربال پر از سوراخ شد. وقتی پلیس رسید، خونه شده بود یه قلعه تسخیر شده و مادری که باید سپر بچه هاش می بود با تفنگ جلوی مامورا وایساد تا آخر این ماجرای غم‌انگیز رو با گرفتن دختر خودش به عنوان گروگان بنویسه. بیشتر از 6 ساعت تیراندازی و اضطراب آرامش گچساران رو دزدید تا نشون بده گاهی بدترین دشمنا همونایی هستن که باهات زیر یه سقف نون و نمک خوردن. رازی که پشت دیوارای کوی کارکنان قایم شده بود با دود گاز بیهوش کننده مامورای نوپلو رفت و همه چیز یه انتقام خانوادگی ترسناک رو کرد. ماجرا از یه ظهر سرد شنبه یعنی 29 آذر سال 1404 شروع شد، وقتی محله کارکنان گچساران خواب بعد از ظهر بود و کسی تصورش هم نمی کرد که قرار خون توی کوچه ها راه بیفته. حدود ساعت 2 بعد از ظهر یهو صدای تیرهای پشت سر هم شیشه های خونه ها رو لرزوند و سکوت محله رو پودر کرد. همسایه ها که ترسیده پریدن بیرون با یه منظره عجیب روبرو شدن. 2 مرد رنگ پریده و هول شده از خونه لهراس به باتولی زدن بیرون و سوار ماشین شدن. اونا در حالی که از وحشت زبونشون بسته بود به مردم گفتن پسر لهراس با اسلحه افتاده به جون باباش و کشتش، ما هم داریم میریم که گلوله بهمون نخوره. حالا این لهراس کی بود و چی شد که کار به اینجا کشید؟ لهراس یه مرد 65 ساله بازنشسته شرکت نفت بود که وضع مالیش خوب بود و زندگی راحتی داشت. حدود 22 سال پیش با یه زنی ازدواج کرده بود که 20 سال از خودش جوانتر بود و از این ازدواج یه پسر 20 ساله و یه دختر 12 ساله داشتن. از بیرون زندگیشون عالی به نظر می رسید، ولی یه مدتی بود یه راز کثیف مثل کرم افتاده بود به جون این خانواده. زن و پسر لهراس فهمیده بودن که بابا داره بهشون خیانت میکنه. اونم با کی؟ با خواهر خود زن، یعنی خواهر زن خودش. لهراس که دیده بود ماجرا لو رفته، کلن خونه و زندگی رو ول کرده بود و رفته بود توی یکی از روستاهای دور یه خونه کرایه کرده بود تا با اون زن که خواهر زنش بود زندگی کنه. این وسط زن و بچه هاش حسابی له شده بودن. اونقدر از حرف مردم و نگاه های سنگین همسایه ها خجالت میکشیدن که حتی برای خریدای ساده هم بیرون نمی رفتن و همه چیز رو تلفنی سفارش میدادن تا با کسی روبرو نشن. پسرش هی به مادرش میگفت باید این ننگ رو پاک کنیم و حتی میخواست حقوق و خونه باباش رو ازش بگیره. آخرش اونا یه نقشه انتقام خونی کشیدن. با میانجیگری یکی از فامیل به لهراس پیغام دادن که خانواده‌ات پشیمون شدن و میخوان ببخشنه. پاشو بیا آشتی کنیم.
پیرمرده هم که باور کرده بود همه چی درست شده، روز ماجرا با یه جعبه شیرینی و کلی خوشحالی راه افتاد سمت خونه. ولی همین که پاشو گذاشت توی حیاط، زنش با یه لبخند یخزده گفت خوش اومدی و همون لحظه پسرش با کلاش از تاریکی پرید بیرون و به جای سلام رگبار رو خالی کرد تو بدن باباش. جنازه لهراس وسط حیاط افتاد و اونقدر بهش تیر زده بودن که بدنش کاملا از هم متلاشی شده بود. وقتی مامورای کلانتری با خبر همسایه ها رسیدن، با یه موقعیت واقعی بنبست روبرو شدن. مادر و پسر که حالا شده بودن 2 قاتل مسلح، نه تنها دست بردار نبودن بلکه حتی نمیذاشتن آمبولانس جنازه رو از حیاط ببره. به سمت هر کی نزدیک خونه میشد شلیک میکردن و بدتر این که دختر 12 ساله خانواده رو هم توی خونه به عنوان گروگان نگه داشته بودن. اوضاع اونقدر خطرناک شد که پلیس گچساران دید نمیتونه کاری کنه و از مرکز استان کمک خواست. خیلی زود تیم ویژه نوپو از یاسوج با همه تجهیزات رسیدن و دور محله رو بستن. تیراندازی و درگیری بیشتر از 6 ساعت طول کشید و محله کارکنان شده بود میدون جنگ. مامورای نوپو که نمیخواستن اون دختر 12 ساله آسیب ببینه، با یه برنامه دقیق از پشت بم گاز بیهوش کننده ریختن داخل خونه. قاتل‌ها که دیگه گیج و منگ شده بودن و راه گریزی نداشتن، نزدیکای نیمه شب مجبور شدن بیان بیرون و تسلیم بشن. پلیس بعد از دستگیری زن 45 ساله و پسر 20 ساله از توی خونه 3 کلاشینکوف و کلی فشنگ پیدا کردند که نشون میداد اونا برای یه جنگ تمام عیار و کامل آماده بودن. حالا این مادر و پسر توی زندان منتظر حکم دادگاه هستن، در حالی که اولیای دم لهراس خواستار سخت‌ترین مجازات براشون شدن. این پرونده که با خیانت شروع شد و به خون و تیر تموم شد، هنوزم غمش روی دل مردم گچساران سنگینی میکنه. این ماجرای غم‌انگیز دقیقاً مثل این میمونه که آدم برای در امان موندن از سرمای بیرون بره کنار بخاری خونش گرم بشه، ولی یهو ببینه همون آتیش داره کل زندگیش رو میسوزونه و هیچ راه نجاتی هم براش نمونده. ممنون که تا پایان این ویدیو همراه حکم جنایی بودید. اگر به پرونده های جنایی واقعی، جنایت های هولناک و تحلیل دقیق جرم ها علاقه‌مند هستید، حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. لایک شما به دیده شدن این ویدیو کمک میکنه و نظراتتون مسیر پرونده های بعدی رو مشخص میکنه. اگر این پرونده براتون جذاب بود، ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بگذارید. تا پرونده بعدی، شبها ساعت 9 در کنار شما هستیم.